تمرین شماره 163 صفحه 32. دوباره به تمرین چند 6 8 رسیدیم. تمرین چند هر چند برابر یک شماره. تمرین 6 8 که ظاهرا طرفداراش کم بیشتر تا ریتم دیگه. بازم تاکید میکنم که سعی کنید اول با سرعت پایین اجرا کنید. بعد که تو دستتون جا افتاد، تو ذهنتون جا افتاد، ذره ذره سرعت رو برید بالاتر. تمرین کتابی که زدین میتونید خودتون بهش اضافه یا کم کنید. این حتما اینو نباشه، مشکلی نداره. اولش میتونید حلقه اضافه کنید یا ریزایی بکنید. تمرین 163 اول نوتش رو میخونیم از دوم بک چپ بک چپ دوم بک چپ بک چپ دوم دوم بک چپ بک چپ دوم بک چپ بک چپ دوم بک بک چپ بک چپ دوم بک بک چپ بک چپ دوم 1 2 3 4 5 6 5 6
پشت سر هم به صورت یه ریتم اجرا کنید.